سلام دوستان عزیز، به کانال تاپ 5 فارسی خوش اومدین. امروز اومدیم 5 تا از لوکس‌ترین شهرهای جهان رو بهتون معرفی کنیم. لوکس‌ترین شهرهای جهان در گاره‌های مختلف کره زمین قرار دارند و هر یک به دلیل خاصی توانسته‌اند نام خود را در این فهرست ثبت کنند. هزینه زندگی در شهرهای لوکس جهان بالا است و مردم این شهرها برای زندگی راحت باید درآمد بسیار بالایی داشته باشند. هزینه خرید یا اجاره مسکن در لوکس‌ترین شهرهای جهان چند برابر میانگین جهانی است و همین موضوع باعث شده ساکنان این شهر را افراد خاص تشکیل دهند. افراد ثروتمندی که فقط به دنبال زندگی تجملاتی و امکانات منحصر به فرد هستند. در ادامه 5 مورد از لوکس‌ترین شهرهای جهان را به شما معرفی می‌کنیم تا شما هم بیشتر با هزینه‌های زندگی و امکانات این شهرها آشنا شوید. شماره 1. شهر دبی. شهر دبی در فهرست لوکس‌ترین شهرهای جهان در رتبه نخست قرار دارد. این شهر در کشور امارات متحده عربی واقع شده و یکی از زیباترین و مدرن‌ترین شهرهای جهان است. دبی با انبوهی از رستوران‌های شیک و هتل‌های لوکس چیزهای زیادی برای ارائه به کسانی دارد که به دنبال زندگی لوکس و مجلل هستند. دبی توانسته بین شهرهای معروفی همچون لاس وگاس، زوریخ و سایر شهرهای جهان رتبه نخست را در شرایطی به دست آورد که کشور امارات متحده عربی در بین کشورهای لوکس جهان در رتبه 16 قرار دارد. اغلب ساکنان شهر دبی افراد ثروتمندی هستند که برخی از آنها از کشورهای اروپایی و آمریکا برای زندگی بهتر و مجلل به شهر دبی مهاجرت کردند. دبی پرجمعیت‌ترین شهر کشور امارات متحده عربی است و در حال حاضر هزینه زندگی یک خانواده 4 نفره در شهر دبی به صورت میانگین ماهانه حدود 4 الی 8 هزار دلار است. شهر دبی در اوایل قرن 21 از یک شهر کوچک در منطقه خاورمیانه به صورت به یک کلان شهر جهانی با تمرکز بر گردشگری و مهمان نوازی تبدیل شد. دبی یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری جهان است و یکی از لوکس‌ترین ساختمان‌های جهان یعنی برج معروف خلیفه در این شهر قرار دارد. شماره 2. شهر لس آنجلس. لس آنجلس بزرگترین شهر ایالات کالیفرنیا در شهر پهناور آمریکا است. این شهر با جمعیت حدود 18 میلیون نفر در سال 2020 دومین شهر بزرگ ایالات متحده و یکی از لوکس‌ترین شهرهای جهان محسوب می شود. لس آنجلس پس از شهر نیویورک و مکزیکو سیتی سومین شهر بزرگ در آمریکای شمالی هم هست. لس آنجلس شهرت خود را مدیون سینما و هالیوود است. بسیاری از مردم جهان هم به خاطر آب و هوای مدیترانه‌ای این شهر و خانه‌های لوکسی که در لس آنجلس وجود دارد از کشورهای مختلف جهان از جمله تهران به لس آنجلس مهاجرت می‌کنند. به همین دلیل تنوع فرهنگی و ظاهری بسیار زیادی را در این شهر می‌توانید از نزدیک ببینید. زندگی پرزرگ و برگ شبانه هم در لس آنجلس بسیار رونق است و بسیاری از مردم این شهر برای زندگی راحت در لس آنجلس باید هزینه زیادی به صورت ماهانه پرداخت کنند. اغلب مردم شهر لس آنجلس آمریکا در زمینه‌های هنری، طراحی، گردشگری، ورزش و رسانه فعالیت دارند و شغل بیشتر مردم در این شهر بزرگ در این زمینه‌ها است. هزینه زندگی در لس آنجلس برای یک خانواده 4 نفره در این شهر مبلغی بین 3500 الی 7000 دلار است. شماره 3. شهر پاریس. شهر پاریس پایتخت و پرجمعیت‌ترین شهر کشور فرانسه در قاره اروپا است. این شهر در حال حاضر بیش از 2 میلیون نفر جمعیت دارد که یکی از قدیمی‌ترین شهرهای جهان است. پاریس یکی از لوکس‌ترین شهرهای جهان محسوب می شود. این شهر از قرن 17 میلادی به بعد یکی از مراکز مهم مالی، دیپلماسی، بازرگانی، مد، غذا، علم و هنر اروپا تبدیل شده و به همین دلیل هزینه‌های زندگی در پاریس زیاد است. پاریس به لحاظ هزینه زندگی در قاره اروپا رتبه نخست را دارد. هزینه زندگی یک خانواده 4 نفره در شهر پاریس به صورت ماهانه حدود 3000 الی 6000 دلار است.
بسیاری از ساکنان شهر پاریس در زمینه مد و لباس فعالیت دارند و این شهر را میتوان قلب مد و لباس جهان معرفی کرد. شماره 4. شهر هنگ کنگ. شهر هنگ کنگ یکی از مهمترین شهرهای جهان است که بخشی از خاک کشور چین محسوب می شود. این شهر زیبا در شرق دلتای رودخانه پرل در جنوب چین واقع شده و مرکز تجارت جهانی کشور چین است. بسیاری از مردم جهان با هدف تجارت و سرمایه‌گذاری به شهر هنگ کنگ سفر می‌کنند. دلار هنگ کنگ هشتمین ارز پرمعامله در جهان است و بسیاری از افراد ثروتمند جهان در هنگ کنگ زندگی می‌کنند. همه این ویژگی‌ها در کنار هم کافی است تا هنگ کنگ بتواند به عنوان یک شهر آسیایی در لیست لوکس‌ترین شهرهای جهان قرار بگیرد. اگرچه این شهر یکی از بالاترین درآمدهای سرانه در جهان را دارد، اما نابرابری درآمدی شدیدی در میان جمعیت وجود دارد و ساکنان این شهر به دو گروه بسیار ثروتمند و فقیر تقسیم شده‌اند. هنگ کنگ بیشترین آسمانخراش در بین شهرهای جهان را دارد و امید به زندگی در بین مردم هنگ کنگ بسیار بالا است. هزینه زندگی در این شهر برای یک خانواده 4 نفره به طور متوسط ماهانه حدود 3000 الی 6000 دلار آمریکا است. شماره 5. شهر سنگاپور. شهر سنگاپور یکی از بهترین مکانها برای زندگی در جهان است، زیرا سنگاپور به عنوان یکی از لوکس‌ترین شهرهای جهان محسوب می شود. سنگاپور یکی از کوچکترین کشورهای جهان است و شهر سنگاپور مرکز این کشور کوچک اما ثروتمند می باشد. در شهر سنگاپور تعداد بورس‌های بلند و آسمانخراش‌های بزرگ بسیار زیاد است و بسیاری از مردم جهان ترجیح می‌دهند برای داشتن یک زندگی آرام و مدرن به شهر سنگاپور در شرق قاره کهن مهاجرت کنند. هزینه زندگی در شهر لوکس و مجلل سنگاپور بسیار بالا است. رستوران‌های لوکس و هتل‌های مجلل زیادی در شهر سنگاپور وجود دارد که اغلب آنها در مناطق مرکزی این شهر قرار گرفته‌اند. هزینه زندگی یک خانواده 4 نفر در شهر سنگاپور به طور متوسط ماهانه حدود 1500 تا 4000 دلار است. به همین دلیل می‌توان این شهر را در فهرست لوکس‌ترین شهرهای جهان هم قرار داد. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. حتما کانال ما رو سابسکرایب و از ما حمایت کنید. و زیر این ویدیو هم بهمون بگید که شما دوست دارید توی کدوم یکی از این شهرها زندگی کنید.